خواهد پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم دوست می داشت. این مشک، چون که رسول الله از دنیا سه چیز دوست می داشتن. یکیش چی بود؟ همین انشاءالله بوی خوش، عطر زدن، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. و بهترین انشاءالله میگه سواره این اسب است، یعنی شتر است. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم در دوره های زندگیشو جیپ و سواره پیغمبر چی بود؟ شتر اسب بود. بهترین انشاءالله خدا خدچی است، یعنی چی سواره است انشاءالله. و بهترین نعمت برای مردها زن است، یعنی بهترین نعمت برای مردها زن است و برای زن چی است؟ مرد است. الحمدلله بهترین نعمت در دنیا، چون که اینم پیغمبر تنکو فقط من از دنیا دوست می‌دارم یکی زن است. ببین رسول الله گفتن الدنیا ملعونتون و ملعون ما فیها. دنیا گفتن لعنت کرده شده است و ملعون است اون چیزی که در دنیا است، مگر گفتن چیزی که وابسته گفتن به ذکر خدا است، یعنی نماز، طاعت، عبادت، روزه، چیزی که به ذکر خدا است این ملعون نیست. و سخنی خوب گفتن، سخنای نیک بیان کردن به مردم. و این چنین عالم و متعلم گفتن، یعنی عالم که علم میگیرد، متعلم علم گیرنده ها. عزیزان من، امام غزالی در کتابش آوردن روز قیامت همین دنیا را بینین با یک صورتی کمپیر می آوردن، یک صورتی کمپیر نمی آوردن. محشرگاه، جای حساب کتاب، محکمه سود الهی، و یک صورتی کمپیر بسیار کمپیر انشاءالله خدا خود دنداناش نیست، پچله زدگی، میونش کوس. همه تن که ما برای همین آخرت از دست دادیم، ما برای همین شده خیانت کردیم و کیدت کردیم. برای دنیا چندین آدم ها گریسته گشتیم، کارش میفرمن پلش کیدت دارن یا نمی. برای چی است؟ زیری همیش فیشال فقط دنیا است. همین پل چی است؟ دنیا است. مال چی است؟ دنیا است. ماشین دنیا است. برای همین دنیا شده امروز اکا دادر، اپا خوار، تاقا بچه، امک بچه، همسایه، جوره، ادگه چه کشته سادیه نتا کیدت دارن یا نکره سادیه. من میشنه امروز شهرهای روس نه با نماز میخونه، میگه بعضی بچه ها کار میفرمه، میگه پول میگیره میگیره زن میگه این خدا ترس نیست، این نماز هم دروغه. کسی که با نماز بخونه دو با تسبیح در دستش، کوچه میگه تسبیح در دسته با میگه گویا که اوه نه اولی آدم نیست، نیکی تمامی وجودش کچک بچه، وجودش فریب که نماز تان شو با برای کسی کیدت کنه، با برای زینا کنه. کسانی که این خصلت دارن صدای ما را میشنون از خدا بترس. ولی مال کسی میخری خدا خواهد، ماشین میخری، خانه زیبا میکنی، دور نمیره. هر شیرینی ها تلخی ها دارد، میگه بزرگان یاد نبرار. هر شیرینی ها با جزا دارد، 5 سال و 10 سال بعد فراد میگیرد. ترام کی داد میکنن من خدا خودیه. یک سفان کردی ترام خدا خود تو 100,000 گرون داشتیش 1 میلیون نمی 1 میلیارد نمیگرونه. ترام یه روز هم خیلی میشه. نیاد نبرار. خدا خدای همه یک کس نیست. همه خدا صداش میشنود، به نمازم میشنود، ظالمم، مظلومم، پیرم، جوانم، کسی که خدا خود به خدا تماس میگیرد میشنود. یاد نبرار. خدا امر میکرد که بری این دنیا را در دوزخ پرتایی. دنیا آواز میداد است کجاست و جوره های من کدی اکو به نمازا کنی من شده خدا خواهد آدم و کشتگی ها، من شده خدا خواهد غارت کردگی ها کنی سنکو و یارم بیار خدا من قطیم یک جای همش کامیره میبرم. همون دنیا پرستار یک جا میکنه دو خداوند در کامیره دوزخ میپرتایش. کسی که الله دوست داره و پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم دوست داره با همراه این کجا میروند؟
جنت میروه. پیامبر اسلام گفتن که الدنیا مزرعة الاخره، دنیا کیسداری آخرت است. عزیزان من، در همه دنیا آخرت استفاده کرده میگیری. برای همین دنیا غنیمت است. خدا 50 سال 60 سال 70 سال عمر داد، همه عمر ما جنت جای خدا خواهد پادشاهنشین، چی میوه‌هاش، چی دختراش، چی به انواع هزار ناز و نعمتش که الله سبحانه و تعالی برای ما شما آماده میکند. اگر نه برعکس این باشی، عرقخور باشی، زناگر باشی، دزد و قمارباز و فالبین و حرامخور و پرسنچ و کدت چی باشه، دوزخ نسترایت میکنن خدا خیر انشاءالله. دو موضع است بوستان سرای و حبس خانه الهی است، جنت و دوزخ. وابسته به خط از خداوند روز قیامت تو نگو که هر فکتا که میزند که دمت میگیره یا نبرد خیال میکنی که میرم من امروز دنیا ری پرکرار افن میکنی، سوت افن میکنی، اتت افن میکنی، همسایت افن میکنی، روپوش میشه میمونی پیشی الله هنده فن کرده نمیتونی. هر سی که فهم میکنی میگد کاری ثواب برای فایده ای توست، هر کاری بدی میکنی برای ضرری توست. خدا بانگ زد در قرآن عظیم و شان، استعیذ بالله، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. اشاره در پیشتاق خونه نیستمون یک ذره واری که خونه تا زنن میروه چنگ میشه، یک ذره ها پیدا میشه، همین واری ثواب کنی هم میگیری فایدهش. همین واری هم میگه و من یعمل مثقال ذره و من یعمل مثقال شر، اگر همین واری بعدی هم کنی جزات هم میگیری. خدا چنان خدا است، خدا پاره نمیگیره. خدا این بچه داملا بود، این بچه خلاقت اولیا بود، حتی بچه پیغمبرها در تاریخ نظر انداز دوزخی شده. آدم و بچهش حال هیچ کس نبود. حابیل دوزخی شد، نوح بچهش دوزخی شد، لوط زنش دوزخی شد، نوح زنش دوزخی شد. خیال نکن اگر عرب تولد شوی، در مکه تولد شوی، در مدینه تولد شوی، فرمان خدا نکنی جا دوزخه. خیال نکن تو به خاطر مکه و به خاطر مدینه و تو را خدا نمیبخشه. همون وقت میبخشد که فرمانش بکنی، همون وقت میبخشد که انشاءالله خدا خواهد پیغمبر علیه السلام سنتاش از این نکنی. همون وقت میبخشد. این لحاوره نشو، این خون خیال، این فکرهای بده از مینت گپرتا. پیامبر چی میگن؟ محمد صلی الله علیه وسلم نیکو باشد از شمایان شخصی که گفت ترک کند دنیا را و برای آخرتش. نیکو نیست میگن کسی که برای دنیا شده آخرتش ترک کنه، و نیکو نباشد کسی که برای آخرت شده دنیاش ترک کند. یعنی هم دنیا را که پیغمبر گفتن هم آخرت یک جای بر. یعنی نمازم خون کارم کن، همین زندگی هم فرض است، خوراندن فرزنده و زن و پدر و مادر فرض است. میگه نماز بامداد که خوندی تا پیشینه برو کار کن، با نماز پیشینش نمازت بخون تا عصر کار کن، عصر خوندی تا شام کار کن، شام بیا با پیش بچه کتکات افقات بخور، خفته نبخون و بعد خواه اوزن خدا خواهد انشاءالله. بعضی ها ترکی دنیا میکنن، نه من کار نمیکنم، من فقط خدا میگم، خطا میکنی. من پیامبر که نیک نیست کسی که برای آخرت شده دنیاش ترک کنه، بچه کچش گشنه بمونه، زنش به لباس بمونه، پدر مادرش گشنه بمونه، این تقوا کرد در دن مسجد بشینه. این گفته که معنی نیست. این الله یبغض الشاب الفارغه، خدا جوان بیکارچی دشمن میداره، کسی که دستش کار میآید خدا خواهد انشاءالله. الحرفة بریء من الفقر، پیغمبر گفتند کسب و کار کردن
از کمبغلی آدم دور میکند. ما هم چون نمونه همه کار من میکنم. از اوی حدیث داملا باشم من چندین آدم بچهش بد میبیند. وقتی که من در بازار سودا میکنم بعضیش پوچر پوچر کار میگذارد. این ملا به هیچی سیر نکرد با همین سوداگری دارد. این ملا روزت پریچون ملا اینجا ملا من الحمدلله فرمانی الله ما بجا آورده سانم. من برای دنیا شده آخرت من دست ندادم. من 5 وقت نماز میام بروز سه‌شنبه میرم بازار برام ساعت 12 جمع میکنم. من میام ماشین یه پرتام نمازه که پیشنه بقا میخونم با میرم از پی کارم تو اثر زندگی. چی معنی دارد؟ معنی حیات در حرکت است. چرا خدای آسمان دلار رو نمیپرتاید؟ حدیث قدسی نمیگه که هر یدک انزل علیک رزق. خدا میگه دستات بجنب من رزق نازل میکنم. یکی برای دنیا شده آخرت هم نته خدا خواهد. من چندین سوداگرا را من میدونم نماز نمیخونه روسیه. یکی رزق خدا را خورده ساده. دادگی نعمت خدا را خورده ساده. کی میتید دنیا سر میخیزی گریه میکنی پیش الله خدا جان هنوز کارک مکشیاشته. رانه بوده خدا خواهد 50 بار سوره اخلاص چپرسته میکنی. میریسن اقفم کاری که ماشینم چپه نشود. اگر خدا خواهد نماز خونی هیچ بلا نمیزند. پیغمبر میگه من صلی صبح و هو فی ذمة الله. کسی که بامداد میخونه و در ذمه خدا خدا تو کفیلیت میگیره ان شاء الله. خدا خواهد هیچی نمیشه. هر یک نماز الهی فضیلت داره. 5 وقت نماز فرضه. کدام یک در اینترنت کدام بی عقلش 5 وقت نماز فرضه دلیل کرده من تک بسونه. در اسلام 5 وقت نماز فرضه. یک وقت نیست. بامدادی های بعضی ها بامدادی فقط بامداد میخونن. بعضی با جمعه باید فقط جمعه میخونن. سیاه یک هفته هم با گناهش رد شد میکنه بعد اومده اینجا با یک هفته دیگه با خداخت گناه میگه روسیه با همه نماز نیست. والله که با قسم میگم من نماز این ها نیست میشم من پیش الله. 5 وقت نماز بخون. کدام یه روز یک جوان میگه در بنیسته واخوردم میگه تو ما تحقیر کردی. چی تحقیرت کردم من ترا؟ اما فقط نماز جمعه خوندم. ساعت تقریبا تو من جمعه تو جمعه باید 5 وقت نماز بخون. 5 وقت این جمعه جانشینی پیشینه. اگر مبادا جمعه اومده نتیگان عذر کتی نماز پیشین تا میخونی. اگر در ساقشی بگی نیست این. چون که جمعه را فرسیدنش الله اسم الله در یک سوره جمعه است. و پیغمبر نازنین امر کرد خطبه ها دارد امر و معروف ها دارد. این برای مسلمان یک عید است. یک خرسندی است که زیر منبر شرعی میشینن و سخن خدا پیغمبر را در گوش میگیرن. سبحان الله. این جمعه زیب دارد که بیچاره های علما یک هفته ها حرکت میکنن برای شما یک چیز برسونن تا که شما بیدار شین از راه گناه و از راه ثواب آگاه شین. میگن آوردن میگه یک درویشی میگه نزدیک پیغمبر آمد. یا وفات کرد میگه همین کم بغل پیشی پیغمبر علیه السلام جنازه آوردنش. رسول گفتن در خانه چی است؟ چی مانده است؟ گفتن 2 دینار پول مونده استن. 2 داغ گفتن در دلش مونده است. ببینید اگر انشاءالله شما پولا را جمع کنی و زکات نتی خیر احسانش نکنی پگه حسرت میشه ندامت میشود. شاعر میگه در کتاب ریاض الصالحین گر به دستی خود دیهی خرمای تر به که بد از تو دیهن خیرواری زر. یک تا خرماته بعدی تو خدا خواهد 1 میلیون دلار بتیانم فایدهش نیست. چون که در نامه اعمال خودت می نیستن. هیچ کس نمی نیستش.
عایشه صدیقه میگد جامعه داشت، میگد چند یماق داشت جامعش، لیکن هر روز 1000 درهم میگد برای خدا خیر میکرد، موری نمیترسید. نه اگر بتیم، اگر این کم شاپ اگر بانکرات میشم، ولی ما هم خیلی نمیگویید بازور یافتش اومدم من، بازور خب دستمش خودش اگر برای بعد من چی کپم در میگیره. میگی یک کنیزک داشتن خدمت میکردگی، ما میلیون پول داریم شکر به خدا الحمدلله. زمانی سیلپوری شد، یکی دادند دل نمیشه، چونکی دنیا ما نقض میبینیم. حب دنیا رأس کلی خطیئتی، نقض دیدن دنیا سری هر یک خطاها است. میگه همون کنیز اومد گفت که یا عایشه گفت من چند کشید گوش نخوردم، یک درهم نمیتی گوش بخورم. گفتن همینه، گفتن پیشتن نگفتی، من همین سر پلا را در راه خدا دادم، و عوض این گفت من ترا در راه خدا آزاد کردم. یک کنیز تا 5-10 میلیون میستادم، وقت آدم در بازار میفروختن، 20 میلیون میخریدن، برای الله آزاد میکردن. شکر خدا که دوره ها از ما شما گذشت. گفت به عوض همین من ترا در راه خدا آزاد کردم. برای همین شاعر میگه به دنیا توان که عقبا خری، بخر جانی من ورنه حسرت بری. همین دنیا نمیگه آخرت تا بخر انشاءالله خدا خیر، بعد پشیمان میشی، بعد حسرت ها میبری، لیکن چی فایده؟ هیچی فایدهش نیست عزیزانی من. بعدی که اون حسرت و ندامت شد و بعدی و انشاءالله خدا خواهد چی حادثه هایی که با وجود اومد، بعد هیچی انشاءالله خدا خواهد او چیزا فایدهش نیست عزیزانی من. برامین در همین دنیا انشاءالله کرده گیریم. حضرت عمر بینیم پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و میگه دیدم که میگه در بالای بوریا خواهد، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حتی نقشی بوریا میگه در بدن مبارکش گذشته. حضرت عمر میگه گریه کردم یا رسول الله، پادشاهای روم بی، پادشاهای فارس بی در بالای بخملا خواب هستن، اقل شما یک دعا نمیکنی الله سبحانه و تعالی برای شما هم دنیاش فراوان کند؟ حضرت چی گفتن؟ یک جواب شنه یا ابن خطاب راضی نیستی که این دنیا از اون قوم و آخرت از ما باشد؟ گفت راضی نیستی که همین دنیا گفت یعنی برای ویها باشد و آخرت برای ما باشد. بینید اگر گفتم پیغمبر اگر من بخواهم همین صفا مر خدا من در طلا کرم که اگر دنیا خواهم، چونکه دنیا در پیش خدا قناتی پشواری هم قدر نداشته. قناتی پشواری هم اگر میگه قناتی پشواری قدر میداشت این قدر کافی را بای نمیشده. همین حضرت مولای نظم داره میگن که جبرائیل آمد ای فخری کرام، حق تعالی بر تو میگوید سلام، بعد از آن میگوید سلطانی دین، ای وجودت رحمتا للعالمین، گر تو خواهی از پی عیش و طرب، کوه را بر تو گردانم ذهب. جبرئیل میگه رسیده اومد پیش پیغمبر، گفت خدا به تو سلام گفت، اگر گفت حبیبم دوست داره انمی کوه تیلاش کرده میتی، میخوایی گفت دنیا را محمد خدا گفت تیاره حاضر، یک تا بانگ میزنه کن فیکون، همه کوه دیده که تیلاش ده برفته برایت، چون که دنیا این قیمت های چیزی هست تیلا هست. ما تیلا خدا خواهد بوجوهان رو بجا میکنیم، بوله بوم میبروره میشته صندوق میبروره میش ندو زنش میگیم بانکون نمونده سوده میشه ترسه. چو پیغمبر واقفی اسرار بود، خاطری او مطلعی انوار بود، گفت این دنیا نه مقداری من است، مال دنیا کی سزاواری من است. جبرائیلش با هزاران آفرین، گفت ای سر دفتری دنیا و دین،
هر کی شد از راهی حق ثابت قدم، هست دنیا پیشی چشمی او کل عدم. هر کی میگه از آخرت که خبر که یافت، این دنیا در پیش بیا که هیچی نیست، هیچی نیست. گفت این دنیا گویا که انشاءالله خدا خط مال و دنیاش چیکار میکند؟ در راه الله سبحانه و تعالی انشاءالله صرف میکند. حضرت با ابراهیم عزیزان من، یعنی در بیابان گیر میگشتن. میگه در بیابان گیر گشتن، دیدن که میگه یک موری چو میگه، یک موی سفید میگه در بیابان چی دارد؟ میگه سیر دارد. گفتم بابا جان چند ساله هستی؟ گفتم بچم 400 ساله هستم. بینید ولی ما شما عمرمون چند قای؟ 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، هیچ عمری دراز نداریم. بعد گفتن همین، گفتن بابا جان یگان خانه داره من مهمان شم. گفتن در این عمر حاجت نیست گفتن که من خانه بسازم. او گفت 400 سال گفت عمر دیده یا خی گفت خانه نساختی؟ گفت که نه. گوش دار نباشم من تا حکایه امتای محمد میگم، چون که همه پیغمبرها واقفی قوم و جمعیت بودن. من روز قیامت پیغمبر ما و شما دیگر پیغمبران شاهدی میتیم. اگر میگه که ما خبرهای خدا را نشنیدیم، خدا به ما خبرها را نرسوند، پیغمبر ما و شما شاهد میده که آیا بود ما را خدا در قرآن وعده کرد که پیغمبرها همه چیکار کردن؟ خدمت کردن، امر الله سبحانه و تعالی را رسوندن. میگفتن چقدر نرسوندن میگی؟ چی با کلا نمیگیری؟ گفتن در آخر زمان امتای محمد می آید، با آخر امتای احمد، با عمر اندک و معمیری بهت. همشو عمرهای کلت یک دارن، 50 سال و 60 سال. بینید با آخر امتای احمد، با عمر اندک و معمیر بهت. 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال عمر میبینن، نه که قصرها میسازن، دهچه ها میسازن، باغ ها میسازن، گویا که نمیمرن، جاوید میموننش. میگه تبسم کرد موی سفید، پیر تبسم کرد و آمد با گفتار، گفت قسم بر داننده اسرار. میگه یه خندید و گفت قسم به خدا، گفت اگر عمر من گفت مثل امتهای امت باشه 40 و 50 سال، من 2 رکعت نماز که ختمش میکردم. نمیزیبد بر 2 روزه فرصت، گزارت طاعت و سازد امارت. و میگه 2 روز 4 روز عمر داشتی، اما میگن که دنیا بے وفاه، دنیا 4 روزه، دنیا 5 روزه، همین خیلی بها میتین، همین 4 روزش 80 سال گفته گپه، 5 روزش 1 عصر 100 سال. منم کمره، من 25 هم نیمش برفت. اینا حاجی ها دینا برفت بودن، امروز قبولشو میکنیم، ساعتی 5 دسته میونه. یک ماه گذشت، یک پاسن، یک چشم کشه و میگه که دنیا چقدر تیز گذشته ساده، عمر همین خیلی درمی نمیسته، مثل ساعت دو زدن میگیرد. عمر یک جون میستادگی چیز نیست که پایستش بستی. این جوانیت خدا خواهد میستادگی چیز نیست، جوانیت هم میگذرد، لیکن باید که انشاءالله جوانی با طاعت عبادت باشد، با نماز و روزه باشد، با فرمان الله سبحانه و تعالی باشد. او جوانی خوب است. پیامبر میگه جوانا را اشاره گفتن که شما بیرق بردار اسلام هستید. الشاب تائبون، کدام جوانی که توبه کننده هست گفتن اشاره کردن 2 انگوش شونه، مثل همین 2 انگوش گفتن در جنت به همراهی من است. کسی که جوانی که در جوانیش توبه میکنه، نماز و طاعت عبادت میکنه. امروز بسیار با جوانا بومده نشکش، کدام بدبختی همین نشه را آوردن میفروخته، بگم که از واقع شود همین خدازده ها خبر شدین و جزاش میتین. امروز جوانای نورس زهرالود دارن. امروز این حرام است اسلام ده.
فروختنی نشه، فروختنی گیری، فروختنی انشاءالله خدا خواهد عرق، فروختنی انشاءالله خدا خواهد چیزای مسکننده، همش حرام است. کسی این حلال میگد کافی زن طلاق میشه. حرام کرده خدا را کسی حلال گوید، حلال کرده خدا کسی حرام گوید. از خدا بترسین انشاءالله. پیغمبر گفتن روزی سیأتی زمان علی امتی یحبون خمسا و ینسون خمسا. زمان میآید بالای امتی من 5 چیز دوست می‌دارن و 5 چیز از یاد میبرن. یکی همین و یحب الدنیا و ینسون الاخرى. دنیا را ناز میبینن، آخرت از دست میبرن، از یاد میبرن، آخرت از دست میدن. این روز همچنان است. اکثر ما و شما دنیا را داده شده رفته، آخرتش که رسیدیم از دست داده سادیم. طاعت عبادت نکرده سادیم. از زانی من طاعت عبادت بکن، دنیا را بکن، من نمیگم نمیگی، دنیا را هم بکن، آخرت هم کن خدا خیر انشاءالله. برای دنیا شده آخرت از دست نده، برای آخرت شده دنیا از دست نده. هرچه یک جای بر خدا خواهد سعادتی دو دنیا نمیرسی. این دنیا نمخوار نمیشه، این دنیا نمزار نمیشه، یک کس سرخم نمیشه. نامرد به پیش رفته سرخم نمیکنی، یک سوم داده سر یک لامر میکنه. پرسنت یک سوم میته با پرسنت میته حروم گوشتی خوگم زیرت میکنه، لیکن اعلا پرسنت نمیته. خدا میگه استعیذ بالله و اقریض الله. کیا هستن که من قرضدار میکنن؟ من قرضی حسن نشون میلیون میلیون میتی، یک بار در پیشونی تنه نمیزنه. چنان الله داری میلیون گناه میکنی، خدا خواهد هر روز زنا داری، عرق خورده ساده، شبای تو چی کارا میکنی؟ یک بارک آشکارت نمیکنه. چون خدا داریم، چی غم داریم انشاءالله. همچنان خدا نرو بیا. اگر رازی گناهی من خدا بردارد، من عشق قشلاق گرفته میرم، یک لحظه نمیستم. بزرگ گفتن اگر گناه را خدا بودار میکرد، هیچ کس گناه نمیکرد. زیناگر علاهده حق بو میبرد، مثل بو گناهکاری. بعد همگر میزن پاد این زنک بازه نکتنه نمیکرد.